این ویدیو راجع به من نیست، راجع به کوسه خیلان پارت 2. اون عکس روی خاکم دار و ندارم رفیق. حال شما خوبه؟ سلام و درود، چطور بچه‌ها؟ خیلی خوش اومدید به پارت دوم از پلیلیست کوسه خیلان. یک پلیلیست خیلی خفن. قول دادم که این سری توضیحش میدم چیه. کلی بهتون میگم تو پلیلیست کوسه خیلان میام یه سری کوسخل داخل اینستاگرام که فقط دارن ویدیو مفت ریاکشن میدیم و میرینیم بهشون تو میتونیم. نایس. و اینکه قبل از اینکه بخوایم ویدیو رو شروع کنیم حتما کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو لایک کنید و اون کانال رو زنگوله‌شو بزنید که هر وقت ویدیو جدیدی گذاشتم اول فصل شما باشید که مطلع میشه و میاد ویدیو رو میبینه. خلاصه که بریم با هم ببینیم که کوسه خیلان چه کردن توی این پارت. واسه بچه‌ها یادم رفت بهتون معرفی کنم، محمد اون پشت. محمد مادر چطوری؟ چخه کوسکش. من براش جینیفر لوپز بودم، اون عاطفه دوست داشت. ای خدا، این دختر این چیزه نمیدونم چرا واقعا معروف شدی هویی، ولی به نظرم باید بندازیمش، یعنی بندازیمش دور. یعنی همیشه آدم به درد نخوری. و نشه ضربه‌ای که ایشون به ترکیه زد، زلزله اخیر به ترکیه نزد. بریم با هم ببینیم. سلام دوستان، آهنگی که واسهتون سورپرایز داشتم آهنگ ترکی از الیاس الکینا باشه واسهتون میخوام. الکینا داش منطقیه سید. استاد علاوه بر این که صداش خوبه، از ما تحت یعنی از سوراخش هم در میاد صداش. خیلی خوبه این. یکی از بچه کامنت گذاشته سر قبر هر مردی به خونه پانشه اون جنازه فرار کنه از گشادی اون جنازه بوده. نه تو راست میگه. فو کسخل نکن. کسخل بغل گازوئیل دیگه. اگه اشتباه نشسته داره با مردم کسخلم. بعد نگید چرا من گذاشتم کوسه خیلان اسم این سریو داخل یوتیوبم. آره بچه نمیدونم اون اول ویدیو رو دیدید که حالا به اصطلاح من اومدم یه تو همون بودم و این داستانات داستان داشتش. میگه چی میگم؟ یعنی الکی نرفتم تو همون زجه بزنم. خب یک فردی رو برام فرستادن که الان میریم با هم پیجش رو نگاه میکنیم و اصلا زجه سگ از این بهتره. فقط اون کسی که اومده تنظیم و میکس مسترینگ زده یعنی قشنگ شو کرده داخل مانیتورینگ و این داستانا. چه وضعی شده داشت؟ گوش چپ من داره ویبرو میره. آماده اید برای یک سورپرایز ویژه؟ بریم ببینیم. چشمشو دیدم دلم رفت، حرفاش منو عصبی کرد، تنهایی رو بغل میکنم. یعنی سرطان میگیرم. بعد فقط نگاه کنی حضار پشت رو نگاه کن، این دوتا سرباز نگاه کن این چه گوزگولیه. بعد این هنو فاز گرفته. ببین یعنی خب این که میگن با پول ددی داری این کارا رو میکنی، واقعیتش اینه. الان بعضی میگن وای اساسین داری میسوزی که آره داره ویو میگیره. هم نیست، بیشوخی دارم میگه. ببخشید نوشته با چیزای کوچیک شاد باش، با صدای بارون، با نوتیف و پیامش، با خوردن یه غذا خوشمزه، با دیدن یه فیلم خوب، با یه موسیقی دلنشین. به هر حال یه جوری خودتو گول بزن. بعد منطقیه سیه. ببین اصلا در هر صورت ضربه رو وارد میکنن کوسه خیلان. میگیری چی میگم؟ نگاه کنید ببین یعنی خز لاکو دیدی صبح بیدار میشی و سرت میشه میریزی پتو. داداش صدات از توالت داره میاد. ما هم همین لحظه پتو میندازیم کنار میریم سر کار. آره به این چیزا نمیخوری، بیشتر به این میخوری که حالا سر صبح بلنش یه دست بذارن. خانم‌ها و آقایون محترم، آرامش خود را حفظ بفرمایید. حلوان مرده. حالا من مرده. آره چطور به تو گیر ندادن؟ چطور کسخار اینجا را دادن؟ دقیقا میخوای چاق بشی؟ سس
من نمیخوام شاق شم، نمیخوام، ولی این داداش لااقل یه هنسفیری استفاده میکردی بهتر از این بود که یکی اینه بگیره جلو دهنه. میگیری چی میگم؟ اگه من گذاشتم پایه داره، خب یا ما میذاریم پایه داره، ولی شما اینه نکن داشتم. شکلات بخور، کشک بخور، میخوای لاغر بشی موز بخور، عرق کاسنی بخور تا آموزشای بعدی. تا هم اگه میخوای آدم بشی حالت خوب شه به منو بخور. والا به خودم میگم، به من حال میدم خود حال میکنی. آقا این دوست عزیزمون مثل این که 500 تومن میگیره و بلند میشه میاد تو محل شما تبلیغ میکنه و میرقصه. درآمد این از من بیشتره، درآمد این کسخل از من یوتیوبر بیشتره. تنها چیزی که حال منو خوب میکنه یک 18 سانتی. ببخشید برید. بغل توه. بغل توه. بغل توه. بذارید اینو من با محمد برم. تنها چیزی که حال منو خوب میکنه بغل توه. اون عکس روی خاکم دار و ندارم رفیق. مادر ده گم شو تون تولید محتواتون. دقیقا همینه آقا. ما یه ناظم داشتیم، این ناظم ما خیلی کسخل بود، بیش از اندازه کسخل بود. ساعت 7 صبح بلند میشد میومد تو صف به این صورت، دقیقاً به این صورت میومد وای میستاد یه رو فقط کود میگفت. بچه این ویدیو که میخوایم بریم با هم ببینیم مافوق صوته، یعنی باید این ویدیو رو بلند شیم بریم تو یک فضا و ویوی دیگه اصلا با یک لباس دیگه ببینیم. بریم با هم ببینیم. ندونسته دل همو به غریب سپردم، اون غریب رو ساده شمردم، گل چشم سیاه. حالا با گیتار بخوایم بزنیم داستانش کلا عوض میشه. ندونسته دلمو به غریب سپردم، اون غریب رو ساده شمردم، گل چشم سیاهش خوردم، رفت از این شهر که دلمو به خونه کشونه، که جونمو به لب برسونه، جای دیگه آتیش بسوزونه. آره خلاصه که مثل که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. یه سری شوخی و یه سری از افراد کردم، امیدوارم که ناراحت نشن از دست من، فقط حد شوخی و خنده و این داستاناست. حیف که حالا این اینستاگرام یعنی اینستاگرام اصلیم روی سیستم نمیاد، وگرنه یک سری ویدیو سم می آوردم ببینید جر بخورید فقط از خنده. خلاصه که بچه‌ها هر چی ویدیو دارید برام تو آیدی اینستاگرام که زیر گذاشتم بفرستید. خیلی خیلی دوستتون دارم. سابسکرایبتون نره و بهم بگید که چه نوع محتوایی دوست دارید برای چنل درست کنم و دوست دارید محمد بیشتر حرف بزنی یا نه، چون میشه کارش حالا. خلاصه دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و چنل رو سابسکرایب کنید و خلاصه که سی یو دیگه. خدا سی یو.